الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الشيخ: وأعظم ما نهى عنه الشرك. صحيح؟ و از همه بزرگترین آن چیزی که از او الله منع کرده است این شرک است. وقال الشارح يعني الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، قوله رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. هذه فائدة عظيمة. این فایده بزرگ است. این فایده چی است؟ فایده بزرگ است. لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم. زیرا بعض مردم اعتقاد آن را دارند که در آنجا چیزهایی هستند که اونها از همه بزرگترین گناه هم، جنایت هم، جرائم گفته گناه هم میگویند. نگاه کنید، میگوید که بعضی آدم ها اعتقاد دارند که در اونجا از همه بزرگترین چی هسته؟ گناه ها هستند. و اعظم ما نهى الله عنه، و از همه بزرگترین آن چیزی که الله از اون منع کرده هست. فیقول، میگوید که الربا هو اعظم المحرمات. ربا پرستین تش میگون که ربا این از همه بزرگترین حرام کرده هاست. از زنا هی اعظم المحرمات، میگویند که زنا از همه بزرگترین حرام هاست. ولذلك يركزون على النهي عن الربا، برای خاطر می ایستادگی میکنند، محدود میکنند به منع کردن از چی؟ ربا و عن زنا. که سخت میستن که زنا نکنید، این نکنید گفته، یعنی که خیالشو که از همه بزرگترین گناه فقط همینو هستن. و عن فساد الاخلاق، و از اخلاق بد. ولكن لا يهتمون بامر الشرك، ولی اهمیت نمیدی هم به کار شرک. ولا يحذرون منه، و از شرک دیگران منع نمیکنند. و هم يرون الناس واقعين فيه، و خودشان میبینند که مردم افتیده ایستادیان، گرفتار شدگیان در درون شرک. هذا من الجهل العظیم بشریعت الله سبحانه و تعالی. این از جهل بزرگ است، یک نادانی بزرگ است نسبت به شریعت الله. یعنی کسی که مردم بیند که در شرک غوتش زده ایستادیان، افتیده ایستادیان، این مردم بجای این که از شرک باز دارد و از شرک با حذر گرداند، مردم از اخلاق بد خودتون نگه داره گفته، از زنا خود داره کنید، از دیگر چیزا. یعنی امر توحید کم نمیزند. چون این آدم نسبت به شریعت جاهله. فاعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، و از همه بزرگترین آن چیزی که الله از اون منع کرده است این شرک است. فهو اعظم من الربا، از ربا هم او بزرگتر است. و اعظم من شرب الخمر، از عرق خوری هم بزرگ است. و اعظم من السرقه، از دزدی بزرگ است. و اعظم من اکل اموال الناس بالباطل، و بزرگتر از خوردن مالهای مردم به طریق دروغین. و اعظم من القمار والمیسر، از قمار و میسر بزرگ است. قمار و میسر است. و اعظم المحرمات، و از همه حرام کرده ها بزرگترین حرام کدام حرامه؟ شرک. بله. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است که این آیتی که از میخوانیم از الوصایا العشر میگه، وصیت های 10 گانه. الوصایا العشر چی میشه؟ وصیت های 10 گانه. اونی که ما گذاشته بودیم در درس گذشته الحقوق العشر بود، 10 حق بود.
اکنون این آیتنده با 10 وصیت میگن. و دلیل قوله تعالی قل تعالوا، بگو ای محمد علیه الصلاة والسلام، تعالوا بیت، اتلو ما حرم ربکم، به شما قرائت کنم، تلاوت کنم آنچه را که پروردگارتون حرام کرده است. تو کجا نگاه کسی دیست؟ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، بگو بیاید من به شما قرائت کنم آنچه را که پروردگارتان بالایتان حرام کرده است. آن چیزی که پروردگارتان بالایتان حرام کرده چیه؟ الا تشرکوا به شیئا. وصیت همین است که شما به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهید، زیرا شرک آوری چی است؟ حرام است. یعنی یحکم وصیت همین است. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر احسان کنید. دویم وصیت شد. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ای من فقر، و فرزندانتون از جهت کمبغلی نکشید. این سیم وصیت شد. نه نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما و اونها را روزی میدهیم. ما شما و اونها را روزی میدهیم. یعنی روزی دادن اون فرزندا در دست شما نیست که شما و یار از گرسنگی و از قشاقی چیکار کنید؟ به قتل رسونید. بسیار کسان از که مثلا ابورت میکنن، فرزنداشون میکشن، میپرتن. اعوذ بالله. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، شما به فاحشه ها نزدیک نشوید. مراد از فواحش چیه؟ کل ما قبح فعله، هر چیزی که کردن او قبیح باشد، بی‌زیب باشد، او را چی میگن؟ فاحشه میگن. برای همین زنا که اینم از همه با بی‌زیب ترین کار است، او را چی میگن؟ فاحشش میگن. نه ما میگوید که شما نزدیک نشوید به کلی کاری که او فاحشه نام دارد، یعنی کاری قبیح هست، خواه ظاهر باشد از اون، خواه باطن باشد. خواه چی باشد؟ ظاهر باشد. ما ظهر منها ای من افعال الجوارح، اون چیزی که هم کار فاحشه که از ظاهر است. کدام کار فاحشه است که ظاهر می باشد؟ یعنی اون کارهایی که به اندام ها اجرا میکند او را، مثلا به دست و پا و به چشم و اینا ظاهره، اینا گناه های ظاهری هستن، فاحشه های ظاهره. منها و ما بطن، یا آنچه که پوشیده هست، ای ما خفیه من اعمال الجوارح والقلب، یا که پوشیده است از اعمال، مثلا گیریم قلب، یک انسان در قلبش یک کینه دارد، یک مثلا گیریم گمانی بد دارد، یک حسد دارد، هر چیزی که در درون است بیرون نمیتواند، اینم یه فاحشه ای، لیکن فاحشه درونی. فاحشه برای ما دو خیل میشه. گفته که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، شما به کارهای فاحشه نزدیک نشوید، خواه اون فاحشه بیرونی باشد خواه درونی. مفهوم؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما آدم کشی نکنید. التي، اون نفس را که الله حرام گردانده است. الله تعالی کشتنی یک کس حرام کرد، الا بالحق، مگر کشتنی باشد به حق. حق چیه؟ مثلا قصاص، حدود. بله. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، انا همین است که الله شما را به همون ها وصیت کرد، یعنی امر کرده است لعلكم تعقلون، شاید که شما فهم. با دوام میدید یا وصیت کن. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، شما به مال یتیم، به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به اون طرز و اسلوبی که او خوبتر باشد. یعنی که به طریقی خوب باشد، معناش چیه؟ مال یتیم نرسید باشد، نزدیک نشوید. اما بینید که مثلا خودتو کم بغل هستید، اما اون یتیمی که شما یک کودک گرفته دو تربیه کرسو دیدن، پدرش مردگی هسته، لیکن از پدرش برای دنیا پول ماندگی هسته،
کم بغل باشه دیگه میتونید چیکار کنید؟ استفاده برید، هم خودتون و هم باید. این به طریقی خوب بگو. الى آخره، تا آخر آیت. و هذه الآیات تسمى بالوصايا العشر. این آیت ها رو چی نامیده می شود؟ وصیت های 10 گانه. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله وصاكم به لعلكم تعقلون. از سر می شود آیت از کدوم؟ از کجا؟ بگو بیاید من با شما تلاوت کنم آنچه را که پروردگارتون برایتون حرام کرده است. خوانده آمدیم تا کجا را؟ تا وصاکم به، با شما با اون را وصیت کرد، سفارش کرد. لعلکم تعقلون، شاید که شما بفهمید. سوره انعام. هذه المحرمات بدأها الله سبحانه بقوله. این محرمات الله سبحانه و تعالی با قول خود آغاز کرد، سر کرد. و چی؟ الا تشرکوا به شیئا، با او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهید. فدل على ان الشرك هو اعظم ما نهى الله عنه. این دلیل شده است که شرک از همه بزرگترین آن چیزی است که از او الله منع کرده است. نگاه کنید، اول شرک نآورید گفت. از شرک یعنی که منع کرد، با از عاق پدر و مادر و بعض فرزند کشتن و با چی؟ بعض کارهای فاحشه به نزدیک شدن و با آدم کشی و هکذا. فهمیدین؟ بله. وفي سورة الإسراء، در سوره اسراء الله سبحانه وتعالى فرمود: قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر. با همراهی الله یگان معبودی دیگری را قرار مده، یعنی نگیر یگان معبودی دیگر. فتقعد مذموما، وگرنه تو تنقید کرده شده میشوی، مخذولا، خار و ذلیل میشوی. معنى مذموما مخذولا يعني جامعا على نفسك الخذلان من الله والذم منه ومن خلقه. یعنی تو بر ضد خودت یک خاری را میاری از جانب الله و یک تنقید میاری از جانب الله و از جانب خلقش. یعنی اگر تو در برابر الله شریک قرار دهی، الله هم تو را بد میبیند و خلق هم تو را بد میبیند. الله هم تو را خار میکند و خلق هم تو را چیکار میکنند؟ خار میکنند. نگاه کنید مثلا همون بت پرستا رو بینید، مشرکای هندوستان و دیگر جا رو بینید، وقتی که انسان در توحید باشه و حال بیاره میبینه خندت میبود، حیران میشه. بده گاو میپرسته، گاو پرستی میکنه. این دیگه از این دیگه پسترین انسان خیالم نیست از مشرک دیده. برای خاطر اینکه میگن یک گاوی کی مثلا گاو است، مثال آج خیلی که گفتن که همون کلون اسماعیلی هایی که پامیر رفته رواج داده شده است، کلون اسماعیلی ها، وقتی یک کشور ها میره، کدام کشور رفته مثلا با مجلس میگذارند، با میگویندش که مثال خیلی میشد که شما را آخر شما را عبادت میکنن همچون خدا، نعوذ بالله. با چی گفته است؟ با گفته است که در جواب چی شده؟ میگود مردم در هندوستان میگود گاو میپرستن، من از گاو بهتر نیستم. گفته است لیکن در حقیقت تو از گاو هم بدتری. اون گاو نمیدوند که وی پرستیشن، نه که گاو فهمد که و داند که مثلا فهم داشته باشد که وی میپرستن و میگریزه اخلاقا و کجا میدوند. لیکن تو میدانی که مردم تو رو به عبادت کردن، تو دیدو دانسته میدونی که مردم شرک آوری کردن، تو از گاو و خر و از همه حیوانات هم پستری. مفهوم؟ بله. اعوذ بالله، اعوذ بالله. بله. فبدأ بالنهي عن الشرك. در این سوره الله سبحانه و تعالی آغاز کرد به چی؟ به منع کردن از شرک. و ختمها بالنهی عن الشرك. این آیت با خاتمه داد، یعنی آیت از آیت 22 سر کرده تا 39 آخر. اولی آیت منع کردن از شرک سر کرد و آخر هم به چی معنیش خاتمه داد؟ به شرک، به منع کردن از شرک.
و ختمها بالنهی عن الشرک. الله تعالی آیت خاتمه داد و چی؟ به نهی از شرک. گفت ولا تجعل مع الله الها آخر، تو در برابر الله یگان معبودی دیگر را قرار مده. چی میشه اگر قرار دهی؟ فتلقا فی جهنم، تو را در جهنم میپرتایم. ملوما، تنقید کرده شده میشه. ملوما مدحورا، ای مطرودا مبعدا من رحمت الله، یعنی که تو ملامت کرده شده و دور از رحمت الله میشی. وقتی که در جنت، در دوزخ، در جهنم که تو رو پرتافتن، واقعا تو چی میشی؟ تنقید کرده شده و دور از رحمت الله میشی. فدل على انه اعظم ما نهى الله عنه، این دلیل شده است که شرک از همه بزرگترین آن چیزی بوده است که الله از او منع کرده است. هذا يدل على قول الشيخ، این است دلیل به قول شیخ که شیخ در متن گفت که و اعظم ما نهى الله عنه الشرك، و از همه بزرگترین آن چیزی که الله منع کرده او چه؟ شرک است. و فی الحدیث الصحیح، در حدیث صحیح آمده است ان النبي صلی الله علیه و علی آله و سلم سئل ای الذنب اعظم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که کدام گناه بزرگتر است؟ قال، در جواب پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت ان تجعل لله ندا و هو خلقك، تو برای الله شریک را قرار میدهی. ندن گذشته یعنی مثل، همتا. و هو خلقك، حالا اینکه او تو را آفریده است، وی تو را آفریده است، تو در برابری وی با شریک قرار میدهی. این است از همه بزرگترین گناه. قیل ثم ای، گفتند با کدام؟ قال ان تقتل ولدك خشیه ان یطعم معك، فرزندت میکشی از ترس اینکه همراهی تو میخورد. با همراهی تو میخورد، از این ترسیده فرزند چیکار میکنی؟ میکشی. یعنی که تو میپوشی و هم پوشوندن در کاره، تو میخوری و هم خوردن در کار، پگه هم خیلی تو خودت سربانی میکنی و هم سربانی کردن در کار است. همین پرابلم رو فکر کرده فرزند میکشی. اینم از همه بزرگترین گناه بعد شرک. قیل ثم ای، با پرسیدن که با کدام گناه از همه بزرگترین گناه است؟ قال ان تزانی حلیلة جارک، بزن همسایت زنا میکنی. اخرجه البخاری و مسلم من حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. انا نگاه کنید که زنا با کل زن این گناه است، از گناه های کبیره است، ولی با بزن همسایه زنا کردن با این اشدی است. مفهوم؟ یعنی اکبر الکبائر هست از گناه کبیره، یعنی اول شرک هست، بعد دیگه بعد شرک ذکر شده است. یعنی زنا کردن این گناه کبیره است، ولی بزن همسایه با زنا کردن این با از گناه کبیره با سخت‌تر است. ولی از شرک بالا نیست، ولی به هر حال این موضوع برای ما ذکر می‌کنه که تو زانی زنا میکنی حلیلة جارک، بزن همسایه، چون که حق همسایگی رو ویران کردید. هم خلاص وزنی بیگانه قطعی زنا کرده، یک گناهگار گناه بزرگ کرده، ولی با همسایت بزنش تو زنا کردی، نعوذ بالله، این یک یعنی که میگن که دوینوی، دو برابر تو یک جنایت کرده، حق همسایگیت هم ویران کرده، نعوذ بالله. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله، الله سبحانه وتعالى تصدیق و دلیل آن در قول خود نازل کرده، گفت که والذین لا يدعون مع الله الها آخر، و کسانی که با همراهی الله دیگر معبودی را نمیخوانند، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و نمیکشند آدمی را که الله تعالی قتل آن را حرام گردانیده است مگر با حق، یعنی که شریعت اجازه داده باشه کشتن میکشند. ولا یزنون، و زنا نمیکنند. و من یفعل ذلك، کسی که گفته های بالا را بجا آرد کند، یعنی که به الله شریک آرد، نعوذ بالله، آدم کشی کند، زنا کند. و من یفعل ذلك یلقى اثاما، و چی میشد؟ میگیرد جزای گناه شد.
و چی میکند؟ یلقا اثاما، یعنی یلقا جزاء اثمه، یعنی که جزای گناهش میگیرد. فهمیدید؟ فبدأ بالشرك في قوله ان تجعل لله ندا. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرد در اون حدیث با شرک، در قول خود گفت که ان تجعل لله ندا ای شریکا، تو برای الله شریک قرار میدهی. و هو خلقك، حالان که او تو را آفریده است، او آفرنده تو است. و قال هو اعظم الذنوب، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که او از همه بزرگترین گناه است. لانه سئل ای الذنب اعظم، چون که او را پرسیدند که کدام گناه بزرگتر است. فبدأ بالشرک، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یحکم به چی آغاز کردند؟ بالشرک، با شرک. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناهی هلاکت آور یک جانبه شوید. موبقات چی؟ ای مهلکات. شما یک جانبه شوید از 7 گناهی چی؟ هلاکت آور، یعنی که از 7 گناهی کبیره. قیل گفتند و ما هن یا رسول الله، اونها کدامن ای رسول الله؟ قال، جناب پیامبر صلی الله علیه و در جواب فرمود که الشرک بالله، با الله شریک قرار دادن، و السحر، سحر جادوگری، و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و آدم کشی که الله حرام گردانیده است مگر به حق، یعنی حق داشته باشی. الى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. بدأها بالشرك، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرد این حدیث را با چی؟ با شرک. فدل على ان الشرك هو اعظم الذنوب، این دلیل شده است که شرک از همه بزرگترین گناه است. ولذلك فان المشرك، بخاطر همین است که مشرک لا يدخل الجنه ابدا، ابدا به جنت داخل نمیشه. قال تعالی، الله تعالی فرمود انه من يشرك بالله، بدرستی کسی که به الله شریک قرار دهد، فقد حرم الله عليه الجنه، به تحقیق الله بر او جنت را حرام میگرداند. و مأواه النار، و جای او، مسکن او دوزخ است. و ما للظالمین من انصار، ای من انصار یمنعونه من عذاب الله، نیست برای ظالم ها، یعنی برای مشرکان نیست چی نیست؟ یاری دهنده هایی که او را نگه دارن از عذاب الله. یگون انصار نداردن، نصرت دهنده، یاری دهنده ندارد که او را از عذاب الله نگه دارد. المشرک لا یغفر الله له، الله مشرک نمی بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله نمی بخشد که به او کسی و چیزی را شریک قرار داده شود. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و می بخشد آنچه را که غیر شرک باشد برای کسی خواهد. یعنی که کسی زنا کند، دزدی کند، اینا ما نمیگیم که الله بخشیدیدش، اینا تحت مشیتند. مشرک انیق الله نمیبخشد، اما دیگه گناه ها را الله تعالی خواهد میبخشد نخواهد نه، اینا در زیر مشیت میدونه، یعنی خواهد میبخشد نخواهد نه، اما شرک انیق نمیبخشد. مفهوم؟ فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك، این دلیل شده است به حرام بودن جنت به مشرک، جنت به مشرک حرام است. و ان الله لا یغفر له، الله مشرک نمیبخشد. ودل هذا على ان الشرك اعظم الذنوب، این دلیل شده است به اینکه شرک از همه بزرگترین گناه است. لان الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة، چون که گناه ها غیر از شرک اینها قابل مغفرتند، یعنی امید مغفرت هست. هم خیلی دیگه گناه ها امید مغفرت دارند. قابلة للمغفرت گفتم یعنی که امید مغفرت دارند. ان الله لا یغفر ان یشرک به، گفت الله به درستی نمی بخشد کسی به او یعنی که به او شریک آوردن را، و یغفر ما دون ذلك، غیر از آن را می بخشد، مغفرت میکند، لمن یشاء، برای کسی خواهد. فالزنا والسرقه وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشیئه، زنا و دزدی، عرقخوری، ربا، همه اینها در زیر مشیت الله داخل هستند.
ان شاء الله غفر لصاحبه، اگر الله خواهد صاحب چنین گناه میبخشد، و ان شاء عذبه اگر خواهد عذابش میده. کدوم صاحب گناه را؟ زناکار، دزدر، این غیر از شرک، اما شرک نمیبخشد. اما المشرك فانه لا یغفر، اما مشرک بخشیده نمیشود. فانه لا یغفر، مشرک بخشیده نمیشود. حکم الله انه لا یغفر، الله خودش حکم کرده است که او را نمیبخشد. و کذا العاصی، و همچنین عاصی را، و ان کان عنده کبائر دون شرک، الله حکم کرد همچنین عاصی را اگر این کان عنده در نزد همون عاصی کبائر باشد، گناهی کبیره باشد، دون الشرك، از شرک غیر شرک باشد، فانه لا تحرم عليه الجنه، بچنین عاصی جنت حرام نیست. مآله الى الجنه، عاقبت و اخیر به جنت است. اما ان یغفر الله له من اول وهله و یدخله الجنه، یا الله او را میبخشد من اول وهله، در یکم روز، و او را به جنت میدرارد. و اما ان یخرج من النار بعد تعذیبه، یا اینکه یعنی که او عاصی از دوزخ میبرد بعد عذاب دادن او. اگر خواهد الله تعالی عذابش میکنه، زناکار و دزد غیر از مشرک یک مقدار معینه مثلا در دوزخ میسوزد با میبرردش، و يدخل الجنه، به جنت میدرد. المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فانه لا يقنط من رحمة الله. مؤمن چی که نباشد با از او، مهما کان منه، از طرفی و چی که صادر نشده باشد از فسق و معصیت ها، التي چنان فسق و معصیت هایی که دون شرک، غیر شرک باشد، فانه مؤمن نباید که امیدش از رحمت الله کنده کند. لا یقنط من رحمته ولا یحرم من الجنه ولا یحرم، و مؤمن از جنت محروم نمی شود. و هو داخل تحت المغفرة بمشیئة الله سبحانه و تعالی، و یعنی که داخل است چنین کس در زیر مغفرت الله، بخواست الله سبحانه و تعالی، یعنی اگر الله خواهد بخشیدنش ممکن. اما المشرك فانه محروم من ذلك كله، اما مشرک باشد او از همه اینها محرومه، والعیاذ بالله، الله نگه دارد. فدل على ان الشرك، این دلیل است که شرک هو اعظم الذنوب، از همه بزرگترین گناه. تا همینجور خوان شدیم دلیل برای چی؟ با همه بزرگ بودنی شرک. قال تعالی ان الشرك لظلم عظیم، الله سبحانه و تعالی فرمود که با درست شرک این ظلم بزرگ است. ظلم بزرگ، از همه ظلم بزرگ کدام ظلمه؟ شرك. وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي اختلق وكذب في نسبة هذه العبادة لله. کسی که شریک آرد به الله، به تحقیق چکار کرد؟ بافته یک گناه بزرگ را، یک گناه بزرگ بافته. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، کسی که به الله شریک قرار دهد به تحقیق دور شده است، یک گمراه شده است که دور از رحمت الله. كل هذا يدل على ان الشرك اعظم الذنوب، همه این گفتگی ها دلیل شده ایستادیان که شرک از همه بزرگترین گناه است. و اذا كان الشرك اعظم الذنوب، وقتی که شرک از همه بزرگترین گناه باشد، فانه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه، واجبه بالای علمان ده و بالای تعلیم گیرنده هان ده چیکار کردن؟ منع کردن از او، و تحذیر منه، از او با حذر کنانیدن، و الا یسکتوا عن التحذیر من الشرك، نباید که خاموش استن از حذر کنانیدن مردم را از شرک. و انه یجب جهاد المشرکین مع القدرة، واجبه جهاد کردن مشرک ها مع القدره، با توانایی. واجبه جهاد کردن مشرک ها
با قدرت و توانایی کما جاهدهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز به چنین طاقتش با اونها جهاد و مبارزه کرد. قال تعالی، الله تعالی فرمود که فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، ای اینما لقیتموهم الا فی الاشهر الحرم، یعنی در کجا که شما مشرکان را دریابید، گفت اونها را به قتل رسانید. و خذوهم، یعنی اونها را اسیر گیرید. و احصروهم، اونها را محاصره کنید. ای احبسوهم فی المکان الذي هم فیه، در همون جایی که ایستادین گردشون کنید، دورشون کنید، از اونجا نبرون نروند. و قعودوا لهم كل مرصد، یعنی بشینید برای جنگیدن اونها، بشینید اونها را، یعنی تا ویا سر نکنن شما سر نکنید، هم تو در اطرافشون شینید برای کل مرصد، در تمام راه، در تمام، یعنی تمام راه های گریزشون رو محکم کرده دورشون کنید. بسم الله سبحانه و تعالی. اما ان يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة الله، في عبادة غير الله، اما خاموش ایستاده شود از شرک، یعنی از شرک خاموش ایستادن و مردم را پرتافتن که اونها در حیرت ماندهند در عبادت غیر الله. و هم یدعون الاسلام، مردم با دعوای اسلام میکنند. ولا احد ینها، نیست کسی که منع کند. ولا احد یحذر، و یگون کسی نیست که مردم با حذر کند. فالامر خطیر جدا، اگر کار این خیل باشد این کار بسیار در خطر است بی نهایت. هناك ناس، اونجا انسان‌هایی هستند که یتجهون الى النهی عن الربا و الزنا و فساد الاخلاق، روی می آورند به منع کردن از ربا، از زنا و فساد اخلاق. هذه امور محرمه، این کارها هم حرام هستند. و فیها فساد، در این کارها، یعنی در زنا و در ربا یک یعنی که فساده هست. لكن الشرك اعظم، ولی شرک از اونها بزرگتره. فلماذا لا يهتم بالنهي عنش، برای چی این کسها اهمیت نمیدهند به منع کردن از شرک و التحذير من الشرك و حذر کنانیدن مردم را از شرک و بیان ما یقع فيه كثير من الناس و بیان کردن آن چیزی را که مردم در او افتیده ایستادن، بیشتر از مردم در شرک اکبر. و هم یدعون الاسلام، حالا که مردم با وجود اینکه در شرک اکبر افتیدنشان دعوای چی میکنن؟ دعوای اسلام میکنن. لماذا هذا التساهل في امر الشرك والتغافل عنه، برای چی میگوید این بی اهمیتی است در امر شرک و غافلی است از امر شرک و ترک الناس یقعون فيه، و چرا این بی اهمیتی است در افتیدن مردم، یعنی پرتافتن مردم که واقع شدیستن، افتیدیستن در درون شرک. والعلماء موجودون، حالا که عالم ها در وجود دارن هستند. بل یعیشون مع هؤلاء و یسکتون عنهم، بلکه عالمای هستند که در درون همه خیلی مشرکا زندگی میکنند و خاموش از اونها. الواجب أن يتجه أولا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا، واجب است که روی آورده شود یکم به منع کردن از این خطری بزرگی که غافلگیر کرده است امت را. غافلگیر یعنی که امت آهسته آهسته هم خیلی یک جای نابود کرده است که امت خیالش هیچ نشده است. امت بینید همه ما مسلمان هم گفته، لیکن این شرک اونها را اساس خورساد است ایمانشونه. ویرون کسی فتکن ذریعا، یعنی که به هلاکتی بسیار دهشت آور اونها را گرفتار کرده است. کل ذنب دونه فهو اهون منه، هر گناهی که غیر شرک است او سبکتر از شرک. والواجب ان یبدأ بالاهم فالاهم، واجب است که سر کرده شود در دعوت و در درس و در همه با مهمتر و با مهمتر، از همه مهمتر چه است به او آغاز کرده شود. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.